بندگان خدا، در این چند روز که زنده اید گذشته را جبران کنید و خود را به شکیبایی ورزیدن و سختی دیدن خوی دهید که این روزها برابر روزهایی که در غفلت بودید و خود را مشغول داشتید و پند نشنیدید اندک است. فراوان خود را رخصت مدهید، مبادا رخصتها شما را به راه ستمگران برد و درون را چون برون سازید تا نفاق بلایی بر سرتان نیاورد و پرده آبروی شما را ندرد.